دنیا هم گیج شده، نفهمیده که ما چی هستیم، چه نسلی هستیم. اصلا همه موندن. ما برای همین شیشتیم که نسل معلوم کنیم. چی فکر کنیم؟ چه جوری شما میخوای ثابت کنی؟ همه دنیا گیجن. ببین ما میگم از کدوم نسلی. گمانه بردم که شما نسل باز. چه جوری رسیدی به بوز؟ خیلی سخته. البته ببین که کشورهای مثل آمریکا، ببین تو کلیخ که همون اول آمدی مثل باز واری انداختی پایین رفتی شیشتی 80% ما گفتم تو بازی و ما این ثابت میکنم. پدر و پدرای کلانت لا اینجا آمده. ما خود مدارک دارم اینجا با بایگانی. یک من بردارم. Das ist so ein bisschen satt. چی که دیدن دست میز. البته ببین که این پروسه بسیار وقت میگیره. هرچی ما بذارین من براتون یه چیزی توضیح بدم. شما نذاشتی یه قنور دارم. پاسپورت نه که ادم کردن اینجا. خب منم آدم کنید دیگه. تو خرک تو ادم گشو بده اینجا نمیمد. ببین یک موضوع ما برات روشن کنم این جگه. ای که من نه تنها تشخیص میدم از کدوم نسلی بلکه من تو درمان میکنم و هیچ شک به من نکن. اگه که شک داری این عجیب را توضیح میده. چه صاحب خودش میفهمه اینجا 20 سال اینجا هم کار میکنم. سالا کار ما نمی بوده ما می خرار آدم کردیم دیگه. کار ولی ما کنیه که تا آمدین شیشتی برای ما روده دراز کرده و میده ما با می کار بعد نشسته ای کارو میفهمی انا ما خرار آدم کردم که عجیب صاحب اصلا به متوقعی کار ندیم. ببینید شما همش دارین توهین میکنید. ما این خیر خدمتی که به دنیا میکنیم. ببینید شما یکی میگین خر یکی میگین بز. معلوم کنین ببینید ما چی هستیم. در اصل موضوع هیچ فرقی نداره. چرا برا من فرق میکنه؟ بز خیلی دیگه خره. خر باز بهتره. خیلی عجله داری. میال آمدی میال میخوای بری خود دانی هر کار میخوای بکن. مقصد ما باید برم کار دارم. من خیلی خرطلانه ما